الان ما واسه رضایت باید باشیم بریم در خونه اینا. به نظرت اینا اصلا در رو ما باز میکنن؟ ببین هادی، چه در رو باز بکنن چه در رو باز نکنن، من و تو مجبوریم که بریم، چون دهاشون زیر حکم. یه روز فکر نمیگم که پسرم قاتل بشه که بنا باشه در خونه این اون برم برای رضایت. اینا رو فقط تو فیلم‌ها میدیدم. یه سال از ازدواجمون میگذره، به جای که سالگرد ازدواج بگیریم شوهرم کنج زندانه، اونم با حکم اعدام. ولش کنی، الان وقت یه حرفا نیست. فقط اینکه ما با این لباسا میخوایم بریم در خونه کسی که عزادار رضایت بگیریم. خب چیکار کنیم؟ یعنی میگی بریم لباسمون عوض کنیم؟ حتما که باید عوض کنیم. باید با لباس مشکی بریم که بگیم داغ پسر شما داغ ما هم هست. بریم عوض کنیم. این دردواری که سر مومنه تمی بتر تر عذابم نره خد خرابان شدونی گرام خمیقت زلیلم. چیه؟ اینجا چی کار داری؟ با اجازه کی اومدی؟ برو رد کارت هری. تو رو خدا آقا نعیم، دستم به دامنت، التماستون میکنیم بذارین 2 دقیقه حرف بزنیم. آقا نعیم نوکرتم، تو رو خدا بذار 2 دقیقه باهات صحبت کنیم. مادرم داره دق میگه پسر من مرد، مادرش دق نکرد، روزگارمون سیاه شد، چرا تا امروز پیداتون نشده؟ آقا نعیم به حضرت عباس تازه امروز فهمیدیم حکمش اومد. خودم میدونم اون چیزی که منتظرش بودیم اومد، حکم اعدام برادرتون. خودم میزنم زیر 4 پایش. آقا نعیم دستم به دامنت، شما داغ دیدی درست، ولی خب چرا میخوای یه خانواده دیگه رو داغدار کنی؟ آقا من یه زن جوونم، خدا رو خوش میاد هنوز 1 سال زندگی نکردم، شوهرم برسونه قبرستون. اما میدونم داغ پسرتو دیدی، خودم میشم جای پسرت، به خدا مثل پروانه دورت. درسته بچه من پسرتو کشته، نظر بچه من بره بالای دار. آقا نعیم تو رو هر کی که میپرستی، تو رو ارواح خاک همون بچت، هر شرطی بگی قبوله، هر کار بگی میکنیم، فقط رضایت. شما میخوای من رضایت بدم؟ هر شرطی بگم قبوله؟ آقا نعیم به موت قسم، هر شرطی بگی قبول. من دیه بچه‌مو میخوام. 2 هفته تا اجرای حکمش مونده. 20 میلیارد میتونین جور کنین یا علی؟